ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгун. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 28-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 16. در پلینومی کمیته مرکزی بسیار کسان او را تعریف کرده می برایند و تکلیف می کنند که به مدیرگی شعبه زنهای کمیته مرکزی بالا برداشته شود. پلینوم این تکلیف را با یک آواز معقول می یابد و حالا چند وقت است که فیروزه در هیئت راهبریت کمیته مرکزی کار می کند. بسیار نقص گفت کریم. من به کارهای حربی و تیاری دسته فداییان اندرمان شده از واقعه ها بیخبر ماندم. آنها به حولی درون به خانه بلندی که چندگاه پیش از این همراهان برای خود و شوهرش آراسته بود در آمدند. خانه همان خیل بود که در وقتی همراهان بود. برابری به خانه داخل شدن آنها ساعت دیواری 5 بار زنگ زد و بی واسطه از پس آن ساعت قدیمی که در طاق خانه استاده بود به کار سر کرد. از سوراخی بالای اقربک آن بلبلچه برآمده بال و پرزنان به چرخزنی آغاز کرد و بعد خود را به قفا کشید و دریچه سوراخچه بسته شد و ساعت 5 بار زنگ زد. نسیم جان کمزلچه‌اش را کشیده به کتف استول آویزان کرد و به کریم از دیوان جان نشان داده خودش بروی استول نشست. همه اسباب و انجام این خانه، گفت وی آه کشیده، با دست همراهان گذاشته و آرا داده شدگی. من هیچ دیگر نمی کنم. وی زنگ زدنی ساعتها را دوست می داشت. مثل کودک شادی می کرد. زنگ آخرین ساعتی وی 6 بعد از نهار بود. کریم گپ نزد و یا چی گفته جواب دادنش را ندانست یا که یادی همراهانی مرحومه او را به خیال انداخته بود. کریم او را 1 بار در همین خانه و 1 بار در نزد فیروزه اپا در کلوب زنان دیده بود. حسن و لطافت، صحبت شیرین همراهان او را مات کرده بود و نسیم جان را با این بختی نکو مبارکباد کرده بود. هر بار که این ساعتها زنگ میزنند، گفت باز خیال و اندیشه‌اش را به زبان آورده نسیم جان، در پیش نظر من یاری نازنینم زنده بر این آمده می ایستد. به من تبسم می کند، مرا نوازش می کند، به من راز گفتنی می شود. راستش را گویم، در وقت زندگی او حرمتش را درست به جا آورده نتوانستم. کار گفتم، زندگی گفتم، به وی درست مشغول نشدم و گمان کردم که این بخت و سعادت به من ابدی داده شده است. کریم که خودش سوخته بود، خودش عذابی جانگداز هجران را کشیده، به تابه ها بیریان شده بود، سوزش دل نسیم جان را حس می کرد و به معنی گفته های او نقص پی می برد. بله، در دنیا تا علم نکشید، تا نسوزید، و درد و علم دیگری درست پی نمی برید. بیدرک نگفتند که پیش بیدردان گریبان پاره کردن مشکل است. چی علاج؟ گفت نهایت کریم به زبان آمده. اکنون افسوس و ندامت فایده ندارد.
مرحومه عشق و عاشقی را به ثبوتش رسانید، جانش را برای یارش فدا کرد. اگر در زمانی ما نظامی و فضولی و نوایی بر این شاعرها می شدند، لیلی و مجنون گفته نمی گشتند. داستانی همراه خان قلمی موشکافی آنها را به خود بند می کرد. راست می گویی جوره، گفت نسیم جان از جا برخاسته. من شاعر نیستم، لیکن لذت شعر و ادبیات را همراه خان به من چشانده رفت. وی بی شعر و بی کتاب زندگی نداشت. یک روز پس از وفاتش کتابهایش را ورق زدم. ناخواست از بین صحیفه های کلیات سعدی یک ورق کاغذ به دستم آمد که همراه خان برای خود در آن کاغذ شعری را روبردار کرده است و در بالای آن نوشته است: در حق من سعدی چنین میگوید. نسیم جان از روی استال از درون جزگیر کاغذ را یافته گرفت و به کریم خوانده داد: گوش کنید سعدی در حق همراه خان به قول خودش چی گفته است: یار آن بود که صبر کند بر جفای یار، ترکی رضای خویش کند در رضای یار. گر بر وجود عاشقی صادق نهند تیغ، بیند خطای خویش و نبیند خطای یار. یار از برای نفس گرفتن طریق نیست، ما نفس خویشتن بکشیم از برای یار. یاران شنیدم که بیابان گرفتند، بی طاقت از ملامتی خلق و جفای یار. من ره نمی برم مگر آنجا که کوی دوست، من سر نمی نهم مگر آنجا که پای یار. نسیم جان کاغذ را به جایش گذاشت و از میخ خانه تنبور را به دست گرفت. این شعر را خواندم و دیوانه شدم و نمیدانم از کجا دلم به جوش آمد و خود به خود همین مقام را نواختم و آن شعر را به مقام ماس کرده خواندم. هر بار که یادی همراه خان گریبان گیرم کند، تنبور را گرفته می نوازم و همین شعر را می خوانم. نسیم جان پیش از آن که کریم از وی نواختن و خواندنش را التماس کند، خودش سیمهای تنبور را زیل و بم کرد و نوای دلخراشی را نواخت. از بس که نوا از دل و جان برآمده بود، از بس که ناخونی نسیم جان تارهای سیمی تنبور را نی بلکه تارهای جانی کسی را چیرت می کرد، شنونده آسوده و مستریح گوش کردن نمی توانست، بیقرار می شد، برابری تنبور می نالید و به دریای شوق غرق می گشت. تنبور عالی ترین اختراع صنعتکار و موسیقی سازی کلاسیکی تاجیک است. 3 تار سیمین در دسته دراز و کاسخانه میدکی از چوب درختی توت ساخته می شد
در دستی صاحبش چنان صدا برآورده، چنان می نالید که مار از خانه اش برآید، دلهای سنگ آب شود و حتی جلاد بر این بیرحمان خون بگیرند. تنبور از تمام احساساتی که از خبر می دهد، دل را نوازش می کند، غمگین را تسلی می دهد، خرسند را به شوق می آورد، خاموش را به شور می اندازد. نوای مقامی نیست که با تنبور نواخته نشود، فغان ناله نیست که از تارهای آن شنیده نشود، غلغله و شوقی نیست که از کاسخانه آن بیرون نآید. نسیم جانی علم زده تمام حسرت دل خود را به تارهای تنبور گذرانیده بود که حالا آن می نالید و شنونده را به شور می آورد. نسیم جان آوازی فاره می داشت و از بس که هم سخن و هم نوا از دل و جان او می برآمد، شنونده او کریم همه درد و علم و حسرت جدایی را در آن آهنگ حس نمود، مفتون گشت، محزون گشت، علم و حسرت خود او بیدار گشتند. به یادش یاری خودش، عایشه مظلومه، عایشه اسیره و گرفتارش رسید. خودش را با نسیم جان مقایسه می کرد، تا یک درجه نسیم جان را خوشبخت می دید. به هر حال نسیم جان به وصل یارش رسید، با همراهان چند گاه به یک بارین سر گذاشت، نفسی روح بخش او را شمید. اما وی کریم از دروازه بخت و سعادت، از عرفه روزی وصل یک و یک باره به بدبختی و شبی تاریک هجران پرتافته شد. دست خیانت امید و آرزوهای او را برباد داد. اگر والریان ولادیمیرویچ نمی شد، اگر رحمتی حیدرقل دست یاری دراز نمی کرد، اگر اپا فیروزه و عصا او را دستگیری نمی کردند، حالی وی چی می شد؟ وی که خود را به خاک مذلت افتاده، ناامید و مغلوب پنداشته بود، گشت جان گرفت، گشت از هوای صاف و بی غبار نفس کشیده، دلش از شوق و امید پر گشت و حالا باوری دارد که رفته یارش را از دست دیوی ظلمت نجات می دهد. اما یارش عایشه محزونه در چه حال باشد؟ آیا بعد از این عشق ناکامی آنها گل می کرده باشد؟ آیا درخت محبت بار می آورده باشد؟ نه نه نه. و درباره آن طرفش حالا فکری نمی کند. وی با همین امید زندگی و شوق دارد که اسد مخصوم را، فتنه او را زیر و زبر و پسنده می کند و در این کار به وی عایشه مدد می رساند و پس خود عایشه را نجات می دهد. من تو را غمگین کردم، گفت نسیم به خیال فرو رفته ماندنی کریم را دیده. نه نه، گفت با تبسمی ساخته کریم، غزلی به تأثیر خواندید، حقیقتاً از دل و جان سروده شده است. ها،
گفت آهی سبوکی کشیده نسیم جان، موسیقی و سرود همین دیه، یا شادی و خرسندی و یا درد و حسرتی کس را ترنم می کند. خیر، اکنون همین کی تا آمدنی عصای و فیروزه من و تو باید یک آشی پلوی کاری کلان پزیم. کنی خیز به آشخانه رفتیم. مهمان شدن کفایه. عصا خودش تنها آمد. مدیره به گل آسیا رفتند. گفت وی مجلسی کلانی زنها می شده است. تنها خودش رفت؟ پرسید بی سرانجام شده نسیم. نه، از کم سمال، از اتفاقی کسبه و نمیدانم باز از کجاها آدم هست. بچه های ما پیشتر رفته بودند. احتمال از میلیتسیا هم کس رفته باشد. خاطر جمعی. خاطر جمعی کو؟ گفت باز نسیم. لیکن به مجلسی زنها با چشمی بد و نیتی افلاس نگاه می کردگی ها کم نیستند. خیر، استا که برای چی دماغت سوختگی برین؟ نه، سوختگی نه، مانده شدم. بعد خبرهای ناخوش از بخارای شرقی، از کرمینه و نورعطا هم حرکت باسمچیان زورتر شده است. از نظام الدین چه خبر؟ پرسید نسیم. نظام الدین را نمیدانم که ها سنگ باران کرده کشتند. اسد مخصوم به مرده وی صاحب شده است. افسوس، گفت نسیم. خیلی اسرار را با خودش برد. ها، گفت عصا. نظام الدین خیلی چیز را می دانست و اگر به دست می افتاد کار ما را خیلی سبک می کرد. آنها آش پلو را دم کرده به خانه رفتند. کریم و عصا به درست کردن دسترخوان یاری دادنی شدند. نسیم جان نگذاشت. حاجت نه، گفت وی. این طرفش همه کار از آن من. شما مهمان، کنی هر دویتان هم به سولت گذشته از بالا شینید. نسیم جان دسترخوان پرتافت. نان میده کرده ماند. ترب ریزه کرد. انار پاره کرد. یک کاسه آب خنک آورده ماند و بعد پرسید. جوره ها یک قدحی می میزنی میانی؟ 2 قدحی شود چی؟ خندیده پرسید کریم. نورن علی نور، گفت نسیم. و از شکافی دیواری یک شیشه چاررخی می دستی را با 3 قدح گرفته بروی دسترخوان گذاشت. قدح اول نوشیده شد. می گوارا و خوشبوی به هر 3 هم تأثیر خوبی کرد. دل هر 3 هم با احساسات عجیبی پرگشت. شکر، من 2 وصیت امک حیدرقل را به جا آوردم، گفت عصا. اولش خانه و جا و کم و بیش چیز و چاره موی سفید را به میرک و مادرش گرفته دادم. حاضر میرک و مادرش در خانه رحمتی منزل کرده چراغش را در می گیرانند. ثانیاً میرک را به خواندن راضی کردم و بروی خط در آوردم. هنه گفته باید به تاشکند رود. من او را دیدم، گفت کریم. از نزد عباس علیف آمده ایستاده بود. خرسند که به خواندن می رود. نغز، گفت عصا. خوانده بیاید آدمی در کاری می شود. من خودی پگاه برای تارمار کردنی اسد مخصوم رفتنی بودم، گفت کریم. ولی نشد. برای چی؟ پرسیدند دوستان. دسته ما برای دستگیر کردن خائنی دیگر، برای دستگیر کردن عبدالحمید عاریپوف می رود. ها، فهمیدم، گفت نسیم جان. عاریپوف در نورعطا به طرف باسمچیان گذشته است. خیانت از پس خیانت، گفت با غضب عصا. در هر جا سر برداشته ایستادن خائنها بیدرک نی، گفت نسیم جان.
آنها الکی فهمیدند که انور پاشا می آید. به گمانشان انور پاشا با دست خالی نمی آید. آمدن وی زیر و زبر شدن حاکمیت شورایی کتی برابر. گربه در خوابش موش را می بیند، می گویند گفت عصا. این خائن های انقلاب هم امیدشان به خارجه و دست یاری انگلیس هاست. بله همین طور گفت نسیم. امید آنها از انور کلان. انور در کجا بوده است؟ پرسید کریم. انور گفت نسیم نمیدانم با چه راهی به باکو به انجمن خلقهای شرق آمده است. حالا چند نفر از بخاری های ما هم همین انجمن قرولتای را بهانه کرده به باکو رفته ایستاده. کنی بینیم چی؟ در باکو اینها چیکار کردنی؟ نباشد تو هم به پیشواز انور به باکو می روی، نه به تفلیس؟ پرسید کریم. بله گفت نسیم. چطوری که به بایسون رفتنی تو تأخیر یافت، به تفلیس رفتنی من هم به تأخیر افتاد. ترک و اسلام پرستان ما گمان دارند که من عاشق زنی ترک شده به دام او گرفتارم. بنابراین با توصیه بعضی ها مرا هم به قطار وکیلان در آوردند. میلش رفته بینم کنی انور پاشا چی ها می گوید. خب احتیاط شو جوره گفت عصا. پروا نکن، خاطر جمع باش گفت نسیم و به قدح ها می ریخت. این را برای پیشروی کارهای همه ما، برای غلبه ما می نوشیم. 3 رفیق جانی، 3 دوست و 3 قدردان که انقلاب و مبارزه آنها را به هم پیوسته بود، قدح ها را به هم زدند و شراب غلبه را نوشیدند. حالا هر کدام آنها به خود فکر می کرد که آیا پس از این باز همین طور به هم یک جا جمع آمده قدح برداشته می توانند، یا که در زد و خوردهای در پیش ایستاده جان فدا می کنند. آخری فصل اول. فصل ثانی. اولی ماه اکتبر در بخارا با بارانگری و هوای سرد سر شد. اول چند روز هوا گرم شد و بعد شمالی سخت و خنک چنگی کوچه ها را به آسمان برداشت. هوا ابرناک شد و باران سر کرد. بارانی مهین با شمالی سرد به کس خیلی نافارم می رسید. لیکن موی سفیدان مردم را آسوده می کردند. این هیچ گپ نی، این فقط آگاه کردنی تیر ماه است که به مردمی فارغ بال می گوید زودتر غم زمستان را خورید، بامها را انداوه کنید، خمه ها را از انگشت پر کنید، صندلی ها را کشاده مانید، حالا باز هوای خوب می شود. در آخر روزی کار عصا برابری دیگران کارش را تمام کرد و به کوچه برآمد. تیرگی هوا، بارانی دلبزند به وی هم تأثیر کرده بود، مگر که گریبانی کمزوری چرمینش را بالا کرده تیلپکی گردهی برگیش را پایان تر فراورده از کناری راه به سوی حوری خود روان شد. دماغش سوختگی، خیالش پریشان بود. وضعیت کاری وی و عموماً وضعیت حربی و سیاسی بخارا نقص نبود. ناظر حربی مملکت خیانت کرده به طرف باسمچی ها گذشتن، این طرف اهالی شهر و دیهات نسبت به همه با شبهه نگاه می کردگی، کم باور می کردگی شده مانده بودند.
در خود هیئت حکومتی بخارا یگانگی و قطعیت نبود. یک قسم ناظران و راهبران دولت به جای پیش بردن کار به گروه بازی، اغواگری و فتنه و فساد آواره بودند. منصب تلاشی، جاه پرستی، دزدی، خزینه برباد دهی رونق و رواج یافته بود. دشمن از همه این بدبختی ها استفاده می برد. در بین اهالی تشویقاتش بیشتر پهن می شد و آهسته آهسته حرکتش زورتر می شد. در نتیجه این احوال در مملکت وزنینی، تنگی اقتصادی پیدا شده بود. اگر رسیه نمی شد، اگر یاری های مادی و معنوی مسکوه نمی شد، در بخارا کیها گوشت آدم خوری می شد. چون که باسمچیان نمی ماندند که دهقان به کاری آسوده حالانه خود مشغول شده رزق روزی خلق را رویاند. بهترین جوانهای قشلاق یا از ترس یا فریب خورده به دسته های باسمچیان همراه شده بودند. دسته مسلح کریم که به کرمینه و نور عطا رفته بود، عبدالحمید آریپوی خائن را داشته نتوانست. برای آن اطراف را از باسمچیان پاک نموده امکان پیدا کرد که مردم آسوده زندگی کنند. میگویند که عبدالحمید آریپوف با دسته باسمچیان گریز کرده به سوی غزار و کتاب گذشته با قرباشی های آنجا متحد شده است. از نسیم جان خبر آمده می استاد. با نمایندگان جدیدانی بخارا به قرولتای خلقهای شرق اشتراک کرده زیناویو را، انور پاشا را دیده است. نماینده های بخارا با انور واخورده اند، ولی او را، نسیم جان را، به این واخوری دعوت نکردند. نظر به اخبارات وی، آنها جدیدهای بخارا انور را به بخارا دعوت کرده آوردنی بودند. در بخارای شرقی وضعیت تماما خراب شدگی برید. ابراهیم بک قرباشی با لشکری 2-3 هزاری خود اطراف دوشنبه را حلقه‌وار پیچانیده گرفته است. در اداره های دولتی آنجا از دوست دیده نماینده دشمن بسیار شده است. چیکه و اصحاب الدل هر روز تلگرام فرستاده آدم میپرسند. امروز رئیس چیکه او را عصا را جیغ زده وضعیت را به او فهمانید و مصلحت پرسید که به دوشنبه از رفیقان مسئول کی را فرستانید. و نگفت که خود عصا را فرستادن میخواهد، ولی رموز گپ را فهمید و گفت مرا فرستادنی باشید اختیار دارید، لیکن چی لیکن؟ کارهای ناتمام بسیار گفت عصا، ولی خجالت کشید که مقصد اساسی لیکن او این نبود و نمی توانست به این تکلیف در حال خوش گفته رفتن گیرد. وضعیت عائلوی خود را ملاحظه می کرد و بعد در حقیقت هم کارهای مهمش ناتمام بودند. کارهایتان را زودتر تمام می کنید، گفت رئیس. ما یاری می دهیم. میلش، پگاه جوابی صحیح داده می توانم. با همین از نزد رئیس برآمد. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 28-ум ро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқи тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи Хониши Бадеӣ. шод бошед.